يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. امروز برادرای عزیز توحید ربوبیت، خلاصه بخش توحید ربوبیت خدمتان بیان میکنم و شما هم این خلاصه را اصلا باید شاگردا بیان کنه. خب خیر است، ما یک بیان میکنم، باز نوبت بر شما میرسه دیگه. مسئله توحید ربوبیت خلاصش که فصل ختم میشه، باز ما و شما شروع میکنیم بخیر به توحید الوهیت. خلاصه توحید ربوبیت چند نقطه بود. اول نقطه ای بود که رب در لغت سید، مالک و مصلح میگفت. این رو باید خوب حفظ داشته باشه. خلاصه همی چند درس یعنی می است که رب کی را میگن؟ کسی که سید است و کسی که مالک است و کسی که مصلح است. وقتی که ما شما در اول قرآن میخوانیم که الحمد لله رب العالمین، میگیم حمد و ثنا و صفت خاص بر الله هست که او رب العالمین است. یعنی وقتی که عقیده داشتیم که رب العالمین الله هست، باید عقیده داشته باشیم که سید، وقتی که به رسول الله گفته شد که تو سید هستی، رسول اکرم صلی الله علیه و در حدیث شریف میگه که السید هو الله. در حدیث شریف آمد از این خاطر کلمه سید رسول اکرم صلی الله علیه و گفته که الله سید است. چند چیز شد؟ سید، مالک و مصلح. این بسیار مهم است. خلاصه کلی نمی درس فصل ربوبیت. سید کی را میگن؟ در زبان عربی. ما در زبان فارسی کار نداریم. قرآن و سنت تا که زبان عربی رو نفهمی در دین گپ زدن نمیتونی. اگه بگویم از پیشت اشتباه میشه. عرب ها در عصر جاهلیت وقتی که میگفتن که هذا سید القوم، اینی شخص سید قوم است. چی معنی؟ یعنی تمام صلاحیت خوب، خراب، درست، نادرست، فیصله ها و قضاوت و کل چیز به این تعلق میگه. کل چیز به می کلان قوم میدادن. از این خاطر سعی کنین یک کلمه بسیار دقیق است که او در افغانستان، در ایران، در زبان فارسی خانها را ارباب میگفتن. ارباب صاحب قلندر خان، ارباب صاحب فلانی خان. امیال هم بعضی کسایی که دین نمیفهمه این کلمه را استعمال میکرد. ارباب جمع چی است؟ جمع رب. این حال وقتی که اونا یک کس را ارباب یا سید میگفتن، عرب ها سید میگفتن، چرا که برای امو کلان قوم خود ربوبیت میدادن. تمام اختیارات، خوب تو برای ما تعیین کو، خراب تو برای ما تعیین کو، جایز تو برای ما تعیین کو، ناجایز تو برای ما تعیین کو، حلال تو برای ما تعیین کو، حرام تو برای ما تعیین کو. این باز میفتن که این سید القوم، کلان القوم. و در منطقه ما و شما ارباب میگفتن، از کلمه رب گرفته شده بود و به خاطر که کل صلاحیت را داشت. اینال او عقیده جاهلیت است. عقیده توحید چی است؟ که ما میگیم که سید ما کی هست؟ الله هست. پس حلال، حرام، جایز، ناجایز، خوب و خرابه
کی برای ما تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. از این خاطر و من لم یحکم بما انزل الله، کسی که به ما انزل الله حکم نکرد، فاسقون، کافرون، ظالمون، 3 کلمه برش گفته شده در قرآن. اگر حکم الله را سر خود تطبیق نکردی فاسق شدی. اگر یک کس حکم الله را در قضاوت خود تو میگه تو فیصله کو، این مخالف امر الله فیصله میکنه، فاولئک هم الظالمون، ظالم شد. و اگر کسی قانون میسازه به ضد قانون الله، فاولئک هم الکافرون. پس کلمه رب به معنای یک معنایش سید است. خلاصه درس ما که ما عقیده داریم که الله رب العالمین است، رب ماست و رب العالمین است. پس سید ما هو است، ما دیگه سید نداریم. اگر مجازن بر یک نفر به معنای لغویش سید گفته میشه مجازن و تو گفته شود، اما از نگاه اصطلاحی از او که حلال و حرام و جایز و ناجایز و خوب و بد تعیین میکنه و مالک کل شد، پس او الله است. دوم معنای رب مصلح است. ما را کی اصلاح میکنه؟ اول ما را کی تصویر کرده؟ این اصلاحات در وجود ما آورده. این قلب ما را کی جور کرده؟ این شش ما را کی جور کرده؟ این اعضای بدن ما را یکی. دوم اصلاح ما و اصلاح زندگی ما. توسط کی میشه و با قانون کی میشه؟ عقیده داریم که اصلاح ما، مصلح ما الله است. پس اصلاح در جامعه و در جهان بدون قانون الله نمیه. اگر بگوییم که نه این قانون فلان شخص بسازه، فلان مولوی صاحب بسازه، باز اصلاحات میه، فلان متخصص حقوقدان بسازه اصلاحات میه، قانون فرانسه، قانون ایتالیا، قانون امریکا، باز اینجا در حقیقت ما رب العالمین نشناختیم. از این خاطر در آیت شریف دیگه میگه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. نصرانی ها گرفتن احبار خود را، یعنی علمای خود را، و رهبانهم و متصوفین خدا، رهبان کسایی که ترک دنیا میکردن در نصرانیت، این ارباب گرفتن. عدی بن حاتم رضی الله عنه یک صحابی مبارک بود که قبلا این خودش نصرانی بود، مسلمان شده بود. این بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت برش خوان، عدی بن حاتم با اساس فهمی که در نصرانیت داشت، ببینید فهم در هر دین فرق میکنه، فهم در هر دین فرق میکنه. عدی بن حاتم در نصرانیت او تو فکر میکرد که رب کسی است که به او رکوع سجده شوه، عبادت شوه. از این خاطر به اساس فهم قبلی خود که در نصرانیت داشت و خودش مسلمان شده بود، بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله، ما بزرگای خدا عبادت نمی کردیم، چطور شما این آیت قرآن آمده و در قرآن شریف میگه که اتخذوا، نصرانی ها گرفتن احبارهم، علمای خود را، و رهبان جمع راهب است. احبار جمع حبر است. حبر در زبان عربی اصلا رنگ میگن، محبره بودل رنگ میگن. علما را حبر به خاطر از این میگفتن که اونا زیاد که از قلم رنگ سر و کار داشتن، نشته زیاد میکردن، از این خاطر مجازن سر از اینا اطلاق چی میشد؟ یا حبر میگفتن و جمعش احبار میشد. و رهبان جمع راهب است و راهب کسی است که ترک دنیا میکنه، کالای خوب نمیپوشه، 15 16 دانه چپن میپوشه، یک دانه چلتار ملنگی پیدا میکنه، چهر چتل، اون مردمای راهب که باز ازدواج نمیکنه. این چیزا در اسلام نیست، مقصد در اسلام نیست. خب به هر صورت در آیت قرآن آمد که اتخذوا، گرفتن احبار و رهبان
ربان خدا. ارباب جمع رب یعنی خدایان خود ساختن. عدی بن حاتم گفت یا رسول الله ما علمای خدا عبادت نمی کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برشان فهماند که رب تنهایی نیست که تو او سجده یا رکوع بکنی، وقتی که قانون کسر سر تطبیق کردی او را خدایت ساختی. گفت اگر علمایتان حلال حرام می کرد، کفتر حلال است، عالمت برات گفت که کفتر نخور، چرا نخورم؟ حرام است. مرا والا صاحب وقتی که رهبانتان گوشنشینایتان برتان میگفت که لباس پاک این کالای من جایز است بپوشم، یک کسی میگه نه 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 اینه نپوش، چی بپوشم؟ برو یک پیرانتنبان از چی پیدا کن، از همین موی بز که جور میشه که وقتی که میشینی خوب هم تو چرا؟ این لباس چرا؟ والا این رسای من بزرگ ما سلام. رسول اکرم صلی الله علیه و برازی فهماند که متاسفانه اینا احبار و رهبان خدا به خاطر ازی گفت خدا ساختن که اینا در حلال و در حرام الله بر از اونها و حق دادن. اصلاحاتی که قرآن آورده، البته کسا اصلاحاتی که قرآن اصلاح میکنه میگه نه نیست، ما باید قانون فرانسه رو بریم، قانون امریکا رو بریم، از فلانی عالم و دانشمند و فیلسوف پیروی بکنیم. پس در شان از یا همه میشه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس یکی رب سید است، دومش مصلح است، سومش مالک است. مالک زمین کی است؟ مالک آسمان کی است؟ مالک جنت کی است؟ مالک دوزخ کی است؟ متصرف است. مالکی که مالک کی میگن؟ کسی که مثلا من مالک اینی ساعت هستم، پس من میتونم که در این ساعت خود هر قسم چی کنم؟ تصرف کنم، نگاهش کنم، از بین ببرمش، حفظش کنم، وسو پرتمش، برای کسب بخشه میشه. پس رب کسی است که مالک است، مالک است. از این خاطر در قرآن یک دفعه میگه که رب الحمدلله رب العالمین، یعنی رب ای دنیا که است از تمام از اینا الله هست. باز در آخرت میگه مالک یوم الدین، باز تکرار میکنه که فکرتان باشه که مالک صاحب روز قیامت الله هست، اینجا هم در دنیا و در آخرت. ایناله وقتی که ما میگیم که الله مالک ما هست، پس هیچ کسی نیست که شعار کابل بعضی کسا هست متاسفانه ما شنیدم از یک سفید پیر 60 سال نماز در صف اول خوانده، حج هم رفته، عبادت هم کرده، میگه این که شهر کابل عاشقان و عارفان نگاه میکنه. پس ربش کی شد؟ عاشقان عارفان. چرا که رب السید المالک المصلح. رب کی است؟ السید المالک المصلح. آسان است یا سخت؟ مالک، السید، سید، مالک و مصلح. پس اینا هست. خب اینا لی خلاصه چیز در اصطلاح گفتیم توحید ربوبیت، یعنی توحید افعال الله است. الله افعال خاصی داره که مخصوص خودش است. رزاق است، روزی دهنده است، خلق کننده است. پس خلاصه توحید ربوبیتی بود که ما افعالی که مخصوص خالق میشه او را میشناسیم و او افعال برای مخلوق نسبت نمیده. این یکی از بخش چیز در اصطلاح افعال خالق است. توحید الله با افعالش. توحید الله با افعالش چه وقت ثابت میشه؟ فرق بین موحد و مشرک در این کلمه هست در ربوبیت. فرق بین موحد و مشرک در توحید ربوبیت چی هست؟ که در توحید ربوبیت اگر کسی افعال خالق شناخت و او را به الله عقیده کرد و به مخلوق او را نسبت نداد، این موحد است. اگر یک فعل از افعال که مخصوص خالق است
او را به یک مخلوق نسبت داد، از این خاطر چی میشه؟ این از در توحید ربوبیت به الله در افعال الله شرک آورده است. از این خاطر کسایی که تعویض میتن و فال میبینن، یکی از علت شرک و کفر از اینمی است که یا بسیاری از افعال خالق به خود چی میکنن؟ نسبت میدن. و این کسایی که پیش از اینا میرن یا چرا مشرک و کافر میشن؟ به خاطر ازی که اینا اونا را به اینمی ادعایشان تایید و تصدیق میکنن. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه در حدیث شریف؟ میگه اگه کس پیش یک کاهن و پیش مردمای روی طالبین و پیش همی تعویضگرایی که ادعای ربوبیت و الوهیت میکنن، اگر کسی پیش از یا میره به مجرد شیشتن 40 روز عبادت ازی از بین میره. اگر پیش یک رقاصه بشیدی سیزنی 5 دقیقه گناهگار است، 5 دقیقه شیشتی 5 دقیقه گناهگار هستی. اما پیشین می نفر که خوب لنگی سفید داره و ریش هم صاحب کلان داره و تسبیح هم خوب دراز داره و رفتی فقط دیشی چی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که 40 روز عبادت تو از بین رفت، چرا که با شیشتن تو مردم دیگر هم چی کردی؟ تشویق کردی که این کار خوب است. اما اگر باز تصدیق کردی، چون ایمان اقرار به زبان است و تصدیق این است، تو تصدیق در قلب کردی که واقعا گپای کی میزنه، کفریات کی میگه، این چی هسته؟ حق است. پس اینجا میگه که با آنچه که بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، میگه این چی شدن؟ کافر شده. چرا تاییدش کرد؟ در چی؟ او ادعای ربوبیت میکنه و این تاییدش میکنه در امی ادعا. از این خاطر عقیده را کسایی که نمیفهمن، درس عقیده را نمیفهمن، مشکلشان اینمی است که اکثرا این بیچارات دل برشان بسوزانیم که عقیده را چون نمیفهمن در شرک و در کفر مبتلا میشن. وقتی که عقیده را فهمیدن، باز یا از کل مردم دیگه که باز در تقوا و ایمان خود قوی تر میشن. به هر صورت اینی است که دیگه نقطه ای بود که ما افعال مخلوق بشناسیم. فعل خالق دلالت به عظمت و جلالش میکنه. از این خاطر افعال مخلوق که افعال است که دلالت به ضعیفی و مخلوق بودنش میکنه، از این خاطر باید بشناسیم و اینو به خالق نسبت ندیم. این یکی از بخشای توحید چی هست؟ توحید ربوبیت بود که ما و شما این را خواندیم. یک نقطه دیگه که در نتایج توحید ربوبیت که وقتی انسان توحید ربوبیت فهمید، برش چی پیدا میشه در انسانی که توحید ربوبیت درست بفهمه؟ نتایجش چی است؟ یعنی نتایج توحید ربوبیت چیست؟ اول نتیجه چی است که کسی که توحید ربوبیت بفهمه، اعتمادش فقط به الله سبحانه و تعالی میباشه. اعتماد، بله. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عباس پسرک خرد است، برش میگه که عبدالله یا بنی، ای پسرک من، یا بنی ای پسرک من، به خاطر ازی برش میگه که اول درس اخلاق در دعوت بر انسانیات میده که تو دعوت میکنی باید الفاظت شیرین باشه، الفاظ زننده، الفاظ هجومی، الفاظ تجریح کننده، الفاظی که شخصیت یک نفر ضعیف نشان بده، از این الفاظ اجتناب کن. دکتر سه روز پیش ما آمده بود، گفت استاد مفتون میفهمین فرق بین ما و شما چی است در مسائل؟ گفتم ما هم دکتر هستیم، شما هم دکتر هستین. کسی که دعوت میکنه او هم دکتر است و شما که
علاج میکنین شما هم دکتر هستین. ما شما گفتیم در یک نقطه با هم شریک هستیم، در یک نقطه با هم مخالف هستیم. نقطه که ما شما در او شریک هستیم، پیش شما هم مریض میه و پیش ما هم مریض میه. شما مریض دارین، ما هم مریض داریم. پیش شما میگن تو دیوانه میه، پیش ما میگن تو دیوانه میه. از این خاطر شما هم وقتی که مریض آمد باید مریضتانه با بسیار اخلاق خوب استقبال بکنین. و پیش ما هم وقتی که مریض میه، وقتی که دعوتگر مسلمان واقعا دعوتگر باشه، مریض خدا با بسیار چهره خوب و شاش، با اخلاق خوب، با کلمات خوب را استقبال میکنه. از این خاطر ما بسیار کلمات زشت میشنویم. بعضی مسیج های زشت برای ما روان میکنن، بعضی کسا بسیار کلمات تند میگن. پس با زنگ میزنه، باز ما برش میگم والا تو حق داری که هر کلمه رو استعمال میکنی، ما حق نداریم که کلمه زشت استعمال میکنیم. چرا؟ به خاطر از اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعوت خود همیشه با کلمات چیز مردم مخاطب قرار میداد، با کلمات بسیار شیرین، ولو که بسیار میفهمید که این نفر کافر است، مشرک است، مرتد است، بیدین است، ولی با امرش بسیار کلمات خوبی را استعمال میکرد. دیگه ما نمیتونیم. اما فرق بین ما و دکترها در قسمت مریضا یک چیز است، لکن دکترها فرق ما بینشان چی است که اونا در نتایجش زیاد بحث میکنن که اگر من یه عملیات میکنم آیا عملیات من کامیاب است یا ناکام است، اگر کامیاب نشد باز چطور میشه و اگر چطور. دعوتگر که است نتایجش به الله میمانه. انما علیک البلاغ و علینا الهدى. هدایت کار الله است. یک نفر است 100 سال در کفر است، 100 سال در کفر است، لکن وقتی که یک مرتبه میگه لا اله الا الله صادقانه و مخلصانه، تمام کفریات و شرکیاتش کلش از بین میره. اینمی عظمت اسلام از کلش. و الله برش میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو بر بنده های ما که زیاده روی کردن در نفسهای خود، برشان بگو که لا تقنطوا من رحمت الله، شما از رحمت الله ناامید نشید. برای زناکار بگو، برای شراب خور بگو، برای مشرک بگو، برای کافر بگو، برای هر کسی که هست بگو از رحمت الله ناامید نشو، رجوع بکن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله رحمان رحیم است. با فکر ضعیف و با امو ظرفیت کم خود الله را با این ظرفیت خود معرفی نکن. تو رو یک کس یک اشتباه کرده بخشیده نمیتونی، این ظرفیت ضعیف ما هست، ضعف ما داریم، چون ما مخلوق هستیم. بسیاری وقتا تحت تاثیر عواطف میریم، تحت تاثیر سخنای مردم میریم احیانا، لکن خالق متعال است. چرا الله را بر مردم منفی معرفی میکنی و در به زبان یک کسی که مثلا تو دعوت کرده مسلمان هستی؟ از این خاطر از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اینجا اول یاد میده که برای ما و شما اخلاق دعوت که یا بنیه، ای پسرک من. چقدر خوب است که انسان همیشه با مقتدیای خود، با شاگردای خود، با همکارای خود، با دوستای خود، با یک بینماز، با یک شرابخور، با یک زناکار، با یک دشمن خدا با الفاظ شیرین برخورد بکنه. الفاظ شیرین برخورد بکنه وظیفه ایت است. الله سبحانه و تعالی با سخت ترین دشمن خود دو دوست خود روان کرد. علما شما که در افغانستان هم برای مردم مخاطب ما هست، یا مثل فرعون نیستن، دعوای خدایی کس نکرده تا بالا. هست کس که دعوای خدایی کرده باشه؟ اما فرعون چی میکرد؟ میگفت انا ربکم الاعلی، لکن برشان چی گفت؟ وقولا له قولا لینا. لین چی معنی؟ سخنای بسیار نرم برش بگوین. اجازه نیست، من حیث دعوتگر مسلمان اجازه نداریم که الفاظ زشتی برای کس استعمال بکنیم و نمیکنیم. الله برای من گفتن که فلانی نفر در امریکا تو را دشنام میده، گفتم نو پرابلم، اهلا و سهلا. فلانی نفر در جرمنی تو را دشنام میده، خیر است، صدقه سرش. فلانی نفر در
شوربازار تو را بد میگن. خیر است، بگوی. اونا بگوین، ما نمیگیم. و این توصیه من بر شما اینمی است که حق ندارین، که حق ندارین. از او خاطر یک روز اینجا یک برادر کامل سر من اعتراض کرد، نه ها، کدام نفر بود کوچی کدام جای میرفتم، بچه خدا پیش مولوی صاحب کرد که بچه من دستاربندی کو که ما کوچ میکنیم میریم. یگانه که میخوای درس عقیده نه، تمی یک ساعت بیای 5 دقیقه یاد بگیره و بخیزه بره. ها چه دیدیم یک کس اینجا تو گفتم نه، تو حق نداری که امروز اگر کس بر ما زشت میگه ما بر کس زشت میگیم. اگر کس ما را دشنام میده ما دشنام نمیدیم. اگر کس جرأت داره که تون بگویه ما بر کس تون نمیگیم. اجازه را ما نداریم. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای یک بچه که بسیار خرد 13 ساله 14 ساله 12 ساله چی گفت؟ گفت یا بنی ای بچه که من اینی اعلمک کلمات، من چند کلمه را بر تو یاد میتم، خوب حفظ کو و به یادت باشه. اگر تمام دنیایی که اسم حدیث ما تشریح کردیم در یکی از درس‌های خود مکمل، اگر تمام امت جمع شه و بخواه برای تو نفع برسانه، نفع رسانده نمیتونه مگر به اون چیزی که الله برای تو نوشته کرده. الله برات منفعت را نوشته کرده، او منفعت الله برای تو مقدر کرده، یک کسی همراهت همکاری میکنه. پس تو نباید از این خاطر مشکل ما هست که الله بر ما بچه میده، باز رو میگیم که نه والا تعویض کاکا شیردل که بچه داده میتونه از دندانای نسواری گنده شدگی خوده او را زنگایش پاک میکن. این المشکل چی است؟ اولاد میتون الله نسبت میتین به کی؟ به غیر الله. رب ما الله هست، میریم او را یک مخلوق را در ربوبیت الله داخل. از این خاطر گفت که اگر کل دنیا دست خدا یکی کنه بر تو نفع رسانده نمیتونه مگر آنچه که الله برات مقدر کرده، و اگر کل دنیا بخوای بر تو ضرر برسانه ضرر رسانده نمیتونه مگر آنچه که الله بر تو مقرر کرده. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده و صحیفه ها هم خشک شده، خلاص دیگه کس نمیتونه. از این خاطر این حال وقتی که یک آیا کس میتونه تقدیر الله را تو بگی والله فلانی صاحب یک تعویض برای ما بده که ما خانیم بچه شو، میگه تو بیار تو مرا قلم اله، تو بیارم قلم خوش. نامش چی است؟ نامش فلانی. نام ننهش چی است؟ که مجاهد گفت که نام مادرش چی است؟ بفهم که وقتی که در تعویض نام مادر را نشته کرد، یکی از علامات جادویی نمی است که جادوگر به ضد قرآن برخورد میکنه. قرآن میگه که ادعوهم لآبائهم، مردم به نام کی صدا کنین؟ پدرشون. جادوگر چی میکنه؟ به نام مادرش. یک کفرش صراحتا نمیهست. چرا نام پدرش را تعویض نشته نمیکنی؟ نام مادرش نشته میکنی؟ چون استاد تعویضگرای افغانستان یا سک هاست یا یهود است. در افغانستان تعویض کی رواج کرده؟ یا سک رواج کرده یا یهود. لکن این بیچاره که در این مسند شیشته به نام اولاد پیغمبر یا به نام عالم دین، ای چون جاهل است، عقیده را نمیفهمه، همین گپ نمیفهمه که ادعوهم لآبائهم، ای غیر مستقیم. خوب تقوا داره لکن علم نداره. از 10,000 رکعت نماز کرده، یک درس عقیده برای یک مسلمان مهمتر است. میری تا حج، از حج مبتلا به شرک، کل پیسایش این دیگه صاحب عمل کرده میره شف دلیت شیطان میگه کلش. پار سال حج رفتم، امسال باز حج رفتم، به سال آینده پس حج میریم. اما در درس عقیده 5 دقیقه نمیشینه که بفهمه که چیست. از این خاطر بسیاری کسا من میشناسم اقا تعویضگر من دیوال دارم، صحیح نه؟ خودم یک وقت تعویض میدادم، صحیح نه؟ ما هم در شرک مبتلا بودیم، لکن وقتی که عقیده را خواندیم توبه کردیم.
اما کسای دیگه است که بیچاره بسیار با تقواست، پایش هم در لب گور است. من برش میگم که او حاجی صاحب، او مولوی صاحب، او آقا صاحب، تا نشه که بموری کت ابو جهل که و کت فرعون حشر شوی، کت زمین لنگی و ریش چپنه. چرا وام دعوای ربوبیت میکرد، میگه انا ربکم الاعلی؟ از تو که فرعون خوبیش چی بود که حداقل فرعون کفر خودم میفهمید که من کافر است. رتبه فرعون از یا کرده یک رتبه بلند داره، او میفهمید که من کافر هستم، بعد در دوزخ میرم. یک استاد ما پروفسور عقیده بود، گفت از ما شما کرده، گفت فرعون دین بسیار خوب میفهمید. گفتم چی میگی استاد؟ گفت یعنی من براتون مثال میگم. برای فرعون یک کسی گفت امی بچه اندر از این موسی بچه خواندهش موسی علیه السلام، موسی را بچه خوانده بود نه؟ برش گفتن تمام روز خانه جنجال است، موسی علیه السلام که میشم فرعون که خوب در خنده میاد، برش میگه پدر نمیشه که توبه کنی، نمیشه خالق یکتا را پرستش کنی، اوزو کنی شرک تا کفر تا چطوره؟ خود تمام روز جنجال. یک کس آمد برش گفت که فرعون جان، گفت من برات یک نصیحت میکنم. گفت بگو چی نصیحت؟ گفت همین گپ بچه خانده است، بیازده خانه است، یک جای هستین، خانم تام طرفدار از اوست، چون خانم فرعون هم مسلمان بود، موسی علیه السلام مسلمان بود، نه دو طرف چی بود؟ این حال صاحب گفت که بگم میگه موسی علیه السلام قبول کن، بگو یک لا اله الا الله. اگر ما بگویم که لا اله الا الله، سعی که فرعون چقدر علم داشت، گفت اگر ما بگویم که لا اله الا الله، باز ما به امراه ای غلاما و کنیزا مساوی میشم، باز من نمیتونم گفته که بگویم که انا ربکم الاعلی، ما وازیا مساوی میشیم. فورا کلمه را میفهمید که کلمه برای انسان چی چیزهایی را لازم میکنه. این فرعون میفهم. بس اینا کسایی که توحید ربوبیت میفهمن، اعتمادشان بالای کی میباشه؟ با الله. فرقی نمی است موحد و بیدین. و کسایی که توحید ربوبیت نمیفهمن، اعتمادشان به غیر الله میباشه. غیر الله میتونه ملائکه باشه، غیر الله میتونه قبر پیغمبر باشه، غیر الله میتونه قبر ولی صاحب باشه، غیر الله میتونه یک درخت باشه. او شیطان رابطه تا کت الله قطع میکنه، لاین تا کت کی قطع میکنه؟ در دست شیطان یک قیچیز. خب این فقط امی قلب تو را نه، امی سیم کارتا که خورد که تبی قلبت است نه، اینه میره میخواه که کت الله رابطه چی کنه؟ قطع. باز این لاین تا کت هر کس که چسبان مشکل نیست، المهم ترا از رابطه تا با الله چی کنه؟ قطع کنه. ای که باز با غیر الله میری به قبر سجده میکنی، شیطان میگه مشکل نیست. به قبر پیغمبر سجده میکنی، مشکل نیست. به قبر ولی سجده میکنی، مشکل نیست. به شیطان سجده میکنی، شیطان میگه فقط ما کت قیچی خود لاینش با کی قطع کردم؟ با خالقش قطع کردم. ای که باز به تعویض میری، به تعویضگر، به جادوگر، به فالبین، به رمل انداز، به درخت، به سنگ، به چوب، به بگوان، به شادی، برای هر چیزی که المهم شیطان میخواد که رابطیت با کی قطع باشه؟ با الله. و توحید ربوبیت فهمیدنش رابطیت رو با کی مستحکم میسازه؟ از این خاطر اعتماد بر کی میکنی؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین است. من نماز میخوانم برای الله، دلت خوش هستی دلت نیستی؟ و نسکی مناسک من به الله هست، خوش هستی نیستی؟ از این خاطر انسان مسلمان هیچ وقت ریایی نمی است که یک کار خوبه به خاطر یک انسان ترک بکنی، یا یک کار خوبی رو به خاطر یک انسان بکنی. اگه کار خوبه به خاطر انسان کردی یا کار خوبه به خاطر یک انسان ترک کردی، در دوش ریاست. اینا از این خاطر
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، زندگی ما و مرگ ما کلش به کی تعلق میگیره؟ الله. چرا؟ به خاطر که کی است؟ رب العالمین. این فایده توحید ربوبیت است. کسی که نمیفهم مشکلش اینه است که نماز خودم به خاطر مخلوق، مناسکام والا من حج رفتم مردم باز بگه که حاجی صاحب فلانی، والا من خیرات کردم سر پدرم که باز مردم نگویا که والا این خیرات نکرد، والا من ریش ماند باز مردم نگویا که ریش ماندی، والا من صاحب فلانی کارا کردم به خاطر که مردم اتو نکنه، والا صاحب مردم، والا صاحب مردم، والا صاحب مردم. اما وقتی که توحید ربوبیت فهمیدی، مردم هیچ در نظرت نمیه. کل مردم اگر کلشان بخوای برات ضرر برسانه، ضرر رسانده میتونه وقتی که الله کت تو باشه. از این خاطر هیچ وقت، از این خاطر کسی که توحید ربوبیت خوب میفهمه خوب جرأت داره، خوب جرأت داره. وقتی میفهمه که والله این مرا کشته نمیتونه مرا یک لقمه را زیاد کنه یا کم کنه. صحیح؟ چیزی که برای تو مقدر است رو نه کس زیاد کرده میتونه نه کم کرده میتونه. راحت است. یعنی از این خاطر اعتماد به الله میشه، سقیت به الله همیشه موثق می باشه. با الله این دوم فایده توحید ربوبیت، به الله باور می داشته باشه، موثق می باشه که الله. سومی منفعت توحید ربوبیتی است که خوف مخلوق از قلبت گم بشه. خوفی کی از قلبت گم بشه؟ از مخلوق. هیچ از مخلوق نمیترسی، چون میفهمی که رب ما، مالک ما و سید ما و مصلح ما الله هست. من از مخلوق چرا بترسم؟ این کسایی که از مخلوقات میترسن به مو اندازه که در ربوبیت شک داره، ترس از مخلوق. والا از رئیس استخبارات میترسم، والا از نفر خاد میترسم. نفر خاد و استخبارات 50 سال بعد 60 سال بعد چرا از میترسی؟ 60 سال بعد وام در قبر است، زیر خاک است. برو 60 سال بعد، سال چند است امروز؟ 19 92 نه؟ دمی 20 92 کلگی گلمش چی است؟ کل ما زیر خاک است. ما شما این مزیت است، دیوار است، تعمیرها می باشه، لکن ما و شما نیستیم. پس ما و تو نفر استخبارات اردوی ما در روز قیامت چی باشیم؟ اردوی ما زیر خاک هستیم. امروز اگر ظلم کنه یا بخیزه یا شیطانی کنه یا فلانی کنه و پت کنه و بیای خوب ریشک خودم مانده و خوب قوارگک خودم جور کرده و خوب نرمک هم گپ میزنه، لکن در روز قیامت اونجا باز ریش سیاه باز مشناسی. چطور هستی شیر لالا جان؟ امروز او شیر لالاست، 100 سال بعد باز ما و تو چی هستیم؟ شیر لالا. امروز چی از اسمه بفرمایید. بسیار از تشکر، قربانت. شیطانی کو دوستیارم ببر، سندارم ببر، فلانی رم ببر، فلانی رم ببر. لکن اگر او بفهمه که رب ما الله هست، رب ما الله هست، ما خب می عقیده هستیم. اگر یک گلاس آب در یک جایی بر تو مقدر نباشه، کس اونجا تو او آب نوشیده میتونی؟ والا اگه خوب بتونی. این گپ سر از این است که وقتی که انسان بفهمه که رب زندگی ما و مرگ ما همه چیز به الله تعلق میگیره. والله اگر الله برای ما جای در بلچرخی بستره نشته کرده باشه، اهلا و سهلا. اگر در گوانتانامو هم نشته کرده باشه، والا اهلا و سهلا. سعی کنین ربوبیت 100% به توحید ربوبیت چی داری؟ عقیدت قوی است. 100% از مخلوق نمیترسی. یک درجه کم شد، از این خاطر میگه کسی که از الله میترسه کل دنیا از او میترسه و کسی که از الله نمیترسه از کل دنیا میترسه. فرمول یاد بگیرید. چه قسم است فرمول؟ کسی که از الله میترسه کل دنیا از او میترسه. صحیح نه؟ و کسی که از مخلوق و کسی که از الله نمیترسه از کل دنیا میترسه، از یام میترسه. از این خاطر